بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شاگردای عزیز، مانده نباشین. خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ خیرت است؟ خوشحال هستم که باز در خدمتتون هستم. هده مرکز فرهنگی امپراتوری بزرگ کوشانی. ما در این درس در مورد هده پایتخت فرهنگی امپراتوری بزرگ کوشانی ها بیشتر معلومات پیدا میکنیم. ببینین مورخان و تاریخ نگاران و باستانشناسان مناطق شرق افغانستان باستان را خب تا کجا؟ تا قسمت های شمال هند فعلی به نام گندهارا یاد کردن در تاریخ. هیرودت و استرابون که دو تا مورخ یونانی است، اینا گندهارا را در آثار خود گنداریس نوشته. ببینین گنداریس و مربوط مناطق را تحت عنوان گنداریس یاد کرده که امروز تقریبا بین شهر کابل و کنر قرار گرفته. پس گفتیم هیرودت و استرابون مورخین یونانی گندهارا را گنداریس یاد کرده و اونا گنداریس مناطق بین کابل و کنر را بیان کردن. در دوره خود اسکندر یونانی اصلا از گندهارا نام نبردن. در دوره خود اسکندر یونانی از گندهارا نام برده نشده، اما در دوران دولت‌های یونان و باختری از گندهارا به عنوان گنداراتی و گنداروا نام برده شده. در زمان دولت یونان و باختری از گندهارا به چه عنوان یاد کردن نام بردن؟ به تحت عنوان گنداراتی و گنداروا. همینطور در زمان حکومت‌های یونان و باختری از ننگرهار به عنوان ناگاها تذکر دادن. کنر را کوهش نوشتن و پشاور امروزی را پوراشاپور و سوات را سراسوتی تذکر دادن. یکی از مراکز بزرگ فرهنگی گندهارا نزدیک جلال آباد امروزی است. اون منطقه اسمش چی است؟ منطقه هده که گفتیم در واقع مرکز فرهنگی امپراتوری بزرگ کوشانی ها بوده. در متون کهن و نوشت‌های قدیمی هده را هیلو نوشتن. ببینین هده را به صورت هیلو نوشتن. هده هیلو. بعد هیلو یعنی چی؟ هیلو در واقع جای متبرک بوده برای بودایی ها و همینطور یک مرکز عمده و بزرگ عبادت بوداییان بوده. هیلو به محل متبرک و مرکز عمده عبادت بوداییان گفته می شده. هده امروز که گفتیم در اصل هیلو بوده در تاریخ های قدیم. زائران چینی که از افغانستان کهن دیدن کردن در سفرنامه های خود بسیار اطلاعات خوب در مورد افغانستان، خصوصا در مورد شهر باستانی هده متذکر شدند که بسیار در تاریخ افغانستان و خصوصا در قسمت اطلاعات شهر هده بسیار ارزشمند است. اولین زائر چینی که از هده دیدار کرده به اسم فاهیان بوده. در سال 420 میلادی وارد افغانستان شده و از شهر باستانی یا فرهنگی هده دیدن کرده. بعدش زائر بعدی چینی که از شهر فرهنگی و کهن هده دیدن کرده سوئنگ بوده. ببینید در سال 520 میلادی و مطالب را و مواضع و مطالب را در یادداشت‌های خود در مورد هده ثبت کرده. اطلاعات بسیار خوب. اصلا چرا هده پایتخت فرهنگی کوشانی ها حساب میشه؟ ببینین چرا هده پایتخت فرهنگی کوشانی ها حساب میشه. بر اساس تحقیق ها و کاوش های پی در پی باستانشناسان در مورد هده چند موضوع، چند عامل بوده که اینا دست به دست هم داده و اینا سبب شده که هده به عنوان مرکز فرهنگی کوشانی ها انتخاب شود. عامل اول چی بوده؟ ببینین موجودیت شرایط و
فراهم شدن امکانات ضروری توسط کنشکا در اونجا. عامل اول موجودیت شرایط و فراهم شدن امکانات ضروری توسط کنشکای بزرگ. عامل دوم چی بوده؟ عامل دوم تغییرات و نوآوری در بودیسم بوده. یعنی در امین هست در زمان امپراتوری بزرگ کوشانی ها خود بودیسم دچار یک نوآوری و تغییرات شده بوده. خب این عامل دوم است که در انتخاب هده به عنوان مرکز فرهنگی امپراتوران کوشانی نقش داشته. حالا چرا این عامل دوم نقش داشته؟ ببینین عامل سوم که بگوییم هم روشن میشه. عامل سوم ذکاوت گندهارایی ها بوده. هوشیاری و ذکاوت گندهارایی ها نقش مستقیم داشته و همین ذکاوت و هوشیاری گندهارایی ها در اون زمان در تغییر و نوآوری بودیسم خب بدون شک مؤثر بوده. یکی از اونها چی است ببینین؟ یکی از نمونه های ذکاوت و هوشیاری گندهارایی های اون زمان این است که اولین بار ابتکار ساخت مجسمه بودا را گندهارایی های اون زمان انجام دادن. این سه عامل در واقع عوامل است که در انتخاب شهر کهن هده به عنوان مرکز فرهنگی امپراتور بزرگ کوشانی نقش داشته. خب به قول میسوفوشه ببینید که یک باستانشناس معروف فرانسوی است. اصلا میگه مجسمه بودا در گندهارا توسط گندهارایی ها ساخته شده. خب به سوالات درس دقت بکنیم. پس چند تا عوامل را که گفتیم بر سه تا عامل مهم دست به دست هم داد و این باعث شد که شهر کهن هده به نام مرکز فرهنگی امپراتوری بزرگ کوشانی قرار بگیره. خب به سوالات درس دقت کنیم. تاریخ هده را گفتم مختصر تشریح بدید. کی میتونه تاریخ هده را مختصر شرح بده؟ شما استاده شو بگو. آفرین بگو. مناطق شرقی افغانستان قدیم تا شمال هند به چی نام یاد می شده؟ به نام گندهارا. شامل کدام مناطق امروز ببینین؟ شامل جلال آباد، کنر، پشاور و سوات. شهرهای فرهنگی هده در کدام قسمت اینا قرار داره؟ در 12 کیلومتری شمال جلال آباد قرار داره و آثار فرهنگی زیاد از این شهر هده به دست آمده که مطالعه او آثار در تاریخ باستان افغانستان بسیار نقش مهم داشته. سوال بعدی، هده چرا پایتخت فرهنگی امپراتوری کوشانی ها محسوب می شود؟ شما بگو. هده چرا پایتخت فرهنگی امپراتوری کوشانی ها محسوب میشه؟ بله، به خاطر که نظر به دلایل ذیل نخست عامل مؤثر موجودیت شرایط و امکانات مورد ضرورت بوده. نخست عامل مؤثر موجودیت شرایط و امکانات مورد ضرورت بوده که در زمان کی فراهم شده؟ در زمان کنشکا فراهم شده. عامل دوم چی بوده؟ عامل دوم ثانیاً یا عامل دوم تغییرات و نوآوری در کیش بودیسم بوده. عامل سوم چی بوده؟ ذکاوت و ظرافت فکری مردم گندهارا بوده. خب میرسیم در قسمت نمونه سوالات کانکور. سوال اول از نمونه سوالات کانکور. در سال 520 میلادی کدام توریستی چینی از هده دیدن کرد؟ مربوط فرم پکتیکاست. گزینه اول فاهیان، گزینه دوم چاو، گزینه سوم سونگیون، گزینه چهارم یونیتسنگ. کدامش درست بوده؟ دقت کنین. گزینه سوم جواب درست است. در سال 520 میلادی توریستی چینی به نام سونگیون از هده دیدن کرد. خب سوال دوم از نمونه سوالات کانکور دقت کنین. کدام منطقه زیر دربار فرهنگی کوشانی ها بود؟ مربوط فرم دوم بلخ است. گزینه اول آیخانام، گزینه دوم هده، گزینه سوم نورستان، گزینه چهارم بگرام.
کدامش بوده به نظرتان؟ حالا جواب درست میبینیم. گزینه دوم هده درست است. گفتیم همین پیشترم که مرکز فرهنگی کوشانی شهر باستانی و فرهنگی هده بوده. خب سوال سوم از نمونه سوالات کنکور دقت بکنین. کدام مورخ از یونان بود؟ مربوط فرم دوم کابل است. کدام مورخ از یونان بود؟ گزینه یک ماوریزیو بوزی، گزینه دو استاریون، گزینه سوم تاینی، گزینه چهارم گرشمن. کدام اینا از یونان بود؟ گزینه دوم استاریون جواب درست سوال است. کار خانگیتان هم دقت کنین عزیزان. 3 بخش داره کار خانگیتان. بخش اول در مورد هده زیادتر تحقیق کنین، خودتون مطالعه کنین، مطالعه آزاد کنین، در مورد هده تحقیق بکنین. قسمت دوم درس را از رو با دقت تمام خودتون بخونین. بعد قسمت سوم از درس 3 تا سوال طرح کنین و خودتون جواب بدین. خب عزیزان، خب تا جلسه بعد همتون به خدا میسپاریم. به امان خدا، خداحافظ.